بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما و این سخنان ما را به دیگران، برادران و خواهران برسانید تا آگاه شوند، بهره‌مند شوند و شما هم از پاداش نیک محروم نشوید. موضوع امروزه درباره ترتیب زمانی بین پیغمبران، ترتیب زمانی از آدم علیه السلام تا پیامبر بزرگوارمان محمد صلی الله علیه و سلم. برای شما پیشکش میکنیم. اول پیشکش میکنیم که چقدر آنها در قرآن ذکر شده است. الله عز و جل سوره غافر 78 آیت میفرماید که پروردگار بزرگوار میگوید که هر آینه ما فرستادیم رسولان را پیش از تو که برخی از آنها را برای تو قصه کردیم، حکایت کردیم و گفتیم، و برخی از آنها را برای تو قصه و حکایت نکردیم، یعنی دربارش نگفتیم. یعنی که بعضی پیغمبرانی هست، رسولانی هست که الله عز و جل از آنها خبردار نکرده است و بعضی آنها را خبردار کرده است، و آنهایی که برای ما الله عز و جل در قرآن برای ما خبردار کرده است، آگاهی داده است، 25 تا فرستاده و پیامبر هستند. خیلی که الله عز و جل سوره انعام 83 تا 86 آیت میفرماید، در این آیت 18 تا آنها را نامبر کرده است. در یک آیت الله عز و جل میگوید که و آن دلایل استوار و محکم، حجت و برهان ما بود که به ابراهیم در برابر قومش عطا کردیم. هر کی را بخواهیم به درجات بالا میبریم، زیرا پروردگارت حکیم و داناست. و اسحاق و یعقوب را به ابراهیم بخشیدیم و هر یک را هدایت نمودیم. نیز نوح را پیش از این هدایت نمودیم و از فرزندان او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم و این گونه نکوکاران را پاداش میدهیم. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را نیز که از نسل اویند هدایت نمودیم، همه از شایستگان بودند. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را هدایت کردیم و همه را بر جهانیان برتری دادیم. این بود همه هم پیغمبران که ذکر شده بودند در یک آیت ذکر شده بودند. و آدم علیه السلام را و هود و صالح و شعیب و ادریس و ذوالکفل در دیگر جایهای، دیگر آیت‌های از قرآن الله عز و جل ذکر کرده است. پس پیغمبر ما را صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر، خاتم پیغمبران را هم ذکر کرده است. خلاصه الله نام خضر علیه السلام را هم ذکر کرده است، ولی در بین اهل علم خلاف است که آیا او مرد نیک بود یا که پیامبر بود. و همچنین یوشع ابن نون را هم که با همراهی موسی علیه السلام بود و در شادن بیت المقدس، او را هم اختلاف است. برای همین حاضر ما به ترتیب زمانی پیامبران و رسولان آغاز میکنیم. یکم پیامبری که بود این آدم علیه السلام است. خلق الله عز و جل میفرماید ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. آل عمران 33 آیت. بیگمان الله آدم و نوح، خاندان ابراهیم و خاندان عمران را به خاطر شایستگی های ویژه‌ای که در آنان بود بر جهانیان برگزیدیم. و حدیثی است که اثبات میکند که آدم علیه السلام پیامبر بود. از ابی امامه رضی الله عنه ان رجلا قال، مردی از ابی امامه روایت است که مردی فرمودند یا رسول الله، ای رسول الله، انبیا کان آدم، آیا آدم علیه السلام پیامبر بود؟ قال نعم معلم مکلم. پیامبر چی گفت؟ بلی معلم، ای الله او را آموزاند، مکلم بود، الله به او سخن زد. قال کم بینه و بین نوح، گفت چند سال بین او و بین نوح علیه السلام است؟ قال 10 قرون، گفت که بین آدم علیه السلام و بین نوح 10 عصر است. قال کم بین نوح و ابراهیم، گفت بین نوح علیه السلام و ابراهیم چند عصر است؟ قال 10 قرون، گفت بین نوح علیه السلام و ابراهیم هم 10 عصر است، یعنی 1000 سال. قالوا یا رسول الله کم کانت الرسل، رسولان چقدر بدن عددشون؟ قال 315 جما غفیرا، گفت که 315 رسولان بودند، یک جمع غفیر، یک عددی بزرگی، عددی خیلی به اندازه بودند. حدیث امام حاکم در مستدرک روایت می‌کند و میگوید که حدیث در صحیح است و در شرط مسلم است. امام ذهبی موافقتش میگند و اهل علم صحیحش میگند. و بعضی از اهل علم میگویند که بعد آدم علیه السلام کی بود؟ پسرش شیث بود.
شیز پیغمبر بود. خیلی که ابن کثیر رحمه الله میگوید وقتی که آدم علیه السلام وفات کرد پس از او به همون یعنی سرشته امر کی گرفت؟ سرشته امر یعنی همون وزنینی همون امر و کار پیغمبری را پسرش شیز علیه السلام گرفت و میگویند که به پیغمبر بود. به خیلی که حدیث گفته است در ابن حبان در صحیحش از ابی ذر روایت است که انه انزل علیه 50 صحیفه، ای یعنی الله برای او فرود آورد 50 صحیفه در کتاب بدانی های، ولی حدیث اهل علم میگن ضعیف است. خلاصه گفت چیز نیک خیشیز گفتیم حدیث ضعیف گفتن. و درباره ای که چقدر سال آدم علیه السلام زندگی کرده است بعضی میگن که 1000 سال زندگی کرده است، ولی بعضی دیگر میگن که نه این درست نیست. چرا؟ برای که 1000 سال چیش بود، ولی 40 سال او را در حدیث صحیح آمدگی است در امام ترمذی وقتی که آدم می آفرد و از پشت آدم همه نفس همه روح‌های دیگه آدم را می آفرد، پس خلاصه داوود در همون همه را می آفرد در الله در پیش او نشان می‌دهد. آدم علیه السلام همه را میگه اینا کیان؟ بعد میگه خیلی فرزندایتان با یک از اونها رو میبیند میگه این کیست؟ میگه داوود علیه السلام. بعد در خلاصه در همینجا میگه چند عمر میبیند؟ میگه 60 سال عمر میبیند. میگه خی 40 سال دیگر از عمر من برای او بده. در یک روایت 40 سال در یک روایت 60 سال. خلاصه معنا دارد که اگر که 40 سال شده باشد 960 سال آدم علیه السلام زندگی کرده است. دیوم میگذاریم به ادریس علیه السلام. خیلی که الله عز و جل میگوید بعد آدم علیه السلام ادریس بود. الله عز و جل میگوید که واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. سوره مریم 56 آیه. خیلی الله عز و جل میگوید در این کتاب سرگذشت ادریس را یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبر بود و او را به جایگاه و مقامی بلندی ارتقا دادیم یا که بلند برداشتیم. خلاصه خیلی که ابن کثیر میگوید یکمین انسان از بنی آدم بود برای او نبوت پیامبری داده شد بعد آدم علیه السلام و بعد شیس این کی بود؟ این ادریس علیه السلام بود بدون نهایه. بعض اهل علم میگوید که پیش از ادریس نوح علیه السلام بود. خلاصه اومدیم در کی گفتیم آدم علیه السلام، بعض اهل علم میگوید شیس، بعد اون میگه ادریس علیه السلام، بعد اون نوح علیه السلام. خلاصه در همین آیت گفتیم که در همینجا الله عز و جل میگه که اول ابراهیم یاد میکند، بعد میگه که و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان. دیگه آیات را چی پیغمبر رو نمبر میکند. در همینجا میگه و اسحاق و یعقوب را ابراهیم بخشیدیم، یعنی فرزندان ابراهیم علیه السلام، و هر یکی را هدایت کردیم و نیز نوح را پیش از این هدایت نمودیم و از فرزندان او نوح علیه السلام، یعنی که نوح پیش ابراهیم بود، پیش از همه اینا نوح بود علیه السلام. این دلیل قرآنی است که برای چی نوح علیه السلام پیش بود. برای چی؟ برای این ابن کثیر در این سوره انعام 84 آیه میبرد میگه که در این قوله که و من ذریتی از فرزندان او، از فرزندان نوح علیه السلام، همه اینا میگه از فرزندان نوح علیه السلام، همه یمین ابراهیم علیه السلام و دیگه همه این اسحاق و یعقوب و دیگرها. خلاصه خیلی که در اینجا ابن جریر میگوید که از فرزندان کی؟ از فرزندان نوح علیه السلام، همه اینا فرزندان نوح علیه السلام، یعنی از اولاد نوح علیه السلام. در اینجا میگویند یعنی که زندگی کردن نوح علیه السلام چند سال زندگی کرد. در قرآن اومدگی است که نوح علیه السلام 950 سال بود، ولی این میگه در قرآن ذکرش است 950 سال، این میگه 950 سال حیات او نیست، این عمری که در دعوت صرف کرده است. خیلی ابن جریر میگوید فلبث فیهم 1000 سنه الا 50 عاما. ابن جریر میگوید که در آنها 950 سال زندگی کرد، همراه همون قومش دعوت کرد فقط به توحید، ترک کنید چرا به طور ترک. اختلاف کردن درباره چی؟ درباره عمری نوح علیه السلام که چند سال زندگی کرده است. ابن جریر میگوید که نوح علیه السلام به قومش وقتی که قومش یعنی کمش پیغمبرش کردن به پیغمبری فرستادنش به قومش فرستادنش وای میگه چند بود؟ فرزندی 350 ساله بود که وقتی که رایش کردن، وقتی که پیغمبری به الله به دعوت امرش کرد. خیلی که روایت شده است به اسنادش الی عون ابن ابی شداد. الله عز و جل نوح فرستاد برای قومش در حالی که نوح علیه السلام 350 ساله بود. فلبث فیهم 1000 سنه، پس همراهی آنها میگه 950 سال، 1000 کم 50 950 سال میشود دعوت کرد. خلاصه میگه در بعد اونها با 350 سالگی زندگی کرد. بعد چی؟ بعد که طوفان هم را کشت و بعد اون 350 سالگی زندگی کرد. خلاصه اختلاف در این. خیلی بعضی اهل ابن عباس مثلا میگه که نوح علیه السلام وقتی که فرستاده شد 40 ساله بود، در قومش 950 سال موند و بعد غرق شدن همه
60 سالگی زندگی کرد. خلاصه اگه اختلاف بسیار در این مسئله، برای همین که در قول اول میگن که چند سال زندگی کرده است، 1650 سال. خلاصه خیلی به ما چقدر زندگی کرد اهمیتی ندارد. اهمیت همین دارد که پیامبری بزرگوار بود و نسل آدمیزاد از نوح علیه السلام چیزی از سر نو پیدا شد. بعد نوح علیه السلام کیست؟ هود علیه السلام است. چون که قرآن روایت میکند، الله عز و جل میگه و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. خلاص آیت دراز است. ما همین آیت اعراف 65 69 آیت ما آخرش میگیم که الله عز و جل میگه که هود علیه السلام اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. در اولی آیت میفرماید الله عز و جل که و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. خیلی گفت یا قوم من الله را بپرستید. خلاص دوام آیت دوام دارد. آخر آیت میفرماید که الله چی میگه؟ بین یعنی به کی مراجعت داره الله؟ به قوم هود که شما را پس از قوم نوح جانشینان قرار دادیم. یعنی پس از قوم نوح جانشیناش کیان؟ هود علیه السلام بود. یعنی بعد نوح علیه السلام هود میشود و شما را در آفرینش جسم و جان نیرومندی و قدرت افزود، پرقوت بدن، قوم پرقوت بدن. پس نعمتهای الله را به یاد آورید تا رستگار شوید. خلاصه الله میگه که چی؟ بعد قوم نوح کی بدست؟ هود علیه السلام. همچون دلیل از قرآن سوره اعراف گفتیم. خیلی سالش میگه که 464 سال زندگی کرده است هود علیه السلام بعد نوح و دفن شده است در شرقی حضرموت. خلاصه بعد این صالح علیه السلام است. صالح علیه السلام خیلی که قرآن میفرماید همین در سوره اعراف است 73 74 آیت. در اول آیت الله عز و جل میگه که و الی ثمود اخاهم صالحا. خیلی دوام دارد. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای و با چی درباره ثمود میگه. بعد در آخر چی میگه؟ مثل آیت واذکروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. در همین جا میگه که بیاد آورید که ما شما را جانشین بعد کی گرداندیم؟ بعد عاد. عاد قوم کی بود؟ عاد قومی هود بود. بعد عاد میگه شما را جانشین گرداندیم در زمین، ای قوم صالحه. اول درباره ثمود، خاصه درباره صالح علیه السلام عمرش یگان چی آمدگی نیست، یگان حدیث یگان چی. بعد صالح کی میاد؟ ابراهیم علیه السلام در ترتیب زمانی. چون که الله عز و جل میفرماید الم یأتکم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سوره توبه 70 آیت. خلاصه الله در سوره توبه چی میگه؟ آیا خبری کسانی که پیش از آنان بودند به اینان نرسیدن؟ خبری قوم کی؟ خبری قوم نوح و عاد. ببین ترتیبش میگه اول نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین شهرهای زیر و روشده و قوم لوط که پیامبرانشان برای آنان دلایل روشن آوردند ولی آنها نپذیرفتند، ولی آنان بودند که همواره بر خود ستم میکردند. یعنی که آنها را الله هرگز ستم و ظلم نکرد ولی آنها همواره بر خود ستم کردند. در همین آیت الله عز و جل چی میگه؟ ترتیب زمانی کی رو میگه؟ زمانی همینا رو میگه که قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و دیگر. و در همون حالتی که ابراهیم علیه السلام بود، لوط علیه السلام هم در همون وقت ابراهیم علیه السلام بود. و ابراهیم علیه السلام میگویند که 200 سال زندگی کرده است. گفتیم در همون حال کی بود؟ در برابر جایگی با ابراهیم علیه السلام کی بود؟ لوط علیه السلام. چون در قصه ابراهیم علیه السلام میبیاد در سوره عنکبوت که الله عز و جل میگه فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا إنه في الآخرة لمن الصالحين. در همین جا در قصه ابراهیم علیه السلام نقل میاد که پس لوط به ابراهیم ایمان آورد و ابراهیم گفت به درستی که من به سوی پروردگارم مهاجرت میکنم که فقط او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. همینجا همراه در یک زمان در وقتی ابراهیم علیه السلام. بعد از اون در وقتی که ملائکه میبینند دفاع میکنند که لوط علیه السلام وقتی که در موقع قصه ابراهیم دراز است. خلاصه گفتیم ابراهیم است بعد اون لوط است علیه السلام. خلاصه بعدی بعض اهل علم ذکر میدن که بعد لوط علیه السلام یک زمانی قریبه شعیب علیه السلام با چخلی که الله عز و جل میگه و الی مدین اخا
أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقضوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. خلاصة الله عز وجل در اینجا میگه که و بسوی مدین، ای به مدین کی فرستادیم؟ قوم مدین برادرشان شعیب فرستادیم که آنها رو دعوت کند. خلاصه شعیب علیه السلام بعد کی بود؟ بعد لوط علیه السلام در ترتیب. خلاصه و چخیلی که ابن کثیر میگوید خلاصه میگه اهل مدین قومی بود عرب بودن که زندگی میکردن در همون شهر خودشون نامش مدین بود، در قریبی یک در همون اطراف شام بود، شام زندگی میکردن و قریب نزدیک بودن به یک بحرچه‌ای بود که در نزدیکی قوم لوط و بعد قوم لوط به یک مدت کوتاهی زندگی میکردن. کتاب بدایه نهایه ابن کثیر. و بعد ابراهیم علیه السلام گفتیم که بود اسماعیل علیه السلام بود و اسحاق علیه السلام. چخیلی که الله عز وجل میگه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سوره مریم 49 آیه. پس الله عز وجل میگه که پس هنگامی که از آنان و آنچی جز الله میپرستیدند، یعنی غیر الله میپرستیدند، بت میپرستیدند، پدری که ابراهیم علیه السلام کناره گرفت، یعنی آنها را ترک کرد. ابراهیم علیه السلام پدرش ترک کرد. اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبر قرار دادیم، هر یک از آنها پیامبر شدند و به آنان از رحمت خود بخشیدیم و برای آنان در میان مردم نام نیک و ستایش قرار دادیم. خلاصه اسماعیل و اسحاق، اسماعیل هاجر بود و اسحاق سارا بود. اسماعیل بود بعد ابراهیم علیه السلام که 137 سال میگه زندگی کرده است و میگن در چی در مسجد الحرام مکه مکرمه دفن شده است. و بعد اون گفت اسحاق علیه السلام است. اسحاق 180 سال عمر دیده است. خود در فلسطین میگه به خاک سپرده شده است. بعدی گفتیم اسحاق کی اومد؟ بعد اسحاق اسماعیل و اسحاق یعقوب علیه السلام. شاید در روایت بالا گفتیم که اسحاق اومد بعد او یعقوب است. خلق الله عز وجل میفرماید فبشرناها باسحاق. در همین آیات خاصه آیات درازای ما هم قشنگ داریم که فبشرناها باسحاق، ای زن ابراهیم علیه السلام بشارت دادن، مژده دادن. فبشرناها باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، به اون چی مژده دادن که از تو فرزند می شود اسحاق. و از پس اسحاق چی گفتن؟ الله چی گفت؟ از پس اسحاق یعقوب می شود. سوره هود 69 آیت. باز در آیات دیگه الله چی میگه؟ سوره بقره 33 آیت. همینجا چی گفت؟ الله عز و جل دم چی گفت؟ آنگاه کی گفت؟ یعقوب علیه السلام گفت به پسران خود گفت پس از من، یعنی وصیت کرد پسران خودش، پس از من چی چیزی را می پرستید؟ گفتند خدای تو، الهی تو و الهی پدرانت. کی پدرانت؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. به ترتیب شو گفت ابراهیم، اسماعیل و اسحاق را الهی یگانه است می پرستیم. پسران کی؟ پسران یعقوب. و ما تسلیم اوییم، یعنی ما مسلمانیم، تسلیم شدگانیم. در اینجا چی بود؟ در اینجا اسحاق بود، بعد اسحاق یعقوب علیه السلام، بعد یعقوب در اینجا پسران یعقوب کی بودن؟ یوسف علیه السلام. خیلی که الله عز و جل در قصه همون مؤمن آل فرعون میگوید سوره غافر 34 آیت. پس یوسف علیه السلام گفتیم چی؟ میگه لقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات. یوسف آمد، هر آینه یوسف آمد. به چی آمد؟ یوسف از پیش آمد. به چی؟ به دلایل روشن و برهان آمده بود. خلاصه برای دعوت چی؟ قومش. برای همین بعد یعقوب علیه السلام کی میشود؟ پسرش میشود یوسف علیه السلام. یعنی که یعقوب بعد یعقوب یوسف. میگویند که یعقوب علیه السلام که نام دیگریش یعنی اسرائیل بود 147 سال زندگی کرده است و در مصر وفات کرده است و در فلسطین گرانده شدگی است. یوسف علیه السلام 110 سال زندگی کرده است و در مصر وفات کرده است. خلاصه این اکود سال زندگیش نیده. خیلی که ایوب علیه السلام خیلی الله حکایت میکند گفت و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا. سوره نساء 163 آیت. ابن کثیر در اینجا میگه که ایوب علیه السلام ای سلاله کی میگه؟ ای نسل کی است؟ از نسل عیسی ابن اسحاق. میگه همسرش کی بود؟ نامش لیا اختر یعقوب، یا کی همسرش نامش رحمه اختر افرایم ابن یوسف ابن یعقوب. این میگه چطوری مشهورتره. برای همین اینجا ذکر کردیم بعد یوسف کی را؟ ایوب علیه السلام ذکر کردیم. میگن ایوب علیه السلام 93 سال زندگی کرده است و در شام دفن شده است. بعد ایوب میگه که از
است ذوالکفل علیه السلام است که الله عز و جل دربارش اگون حکایت نکرده است و دلالت میکند که وای پیامبر است صلی الله علیه و سلم. آیاتایی که دلالت میکنند که وای پیامبر است خیلی که همون آیاتی دراز است در سوره انبیاء 83 تا 85 آیت رمز میگه و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. رمز نمبر میاد درباره ایوب علیه السلام و میگه اسماعیل و ادریس و ذوالکفل. در جمله پیامبرا ذوالکفل هم چی که همه آنها از جمله یعنی که شکیبا و صبر کن بدن، همه آنها در رحمت خود در آوردیم که برای چی؟ برای آنها از جمله نکوکاران بدن. در یک آیت در آیت دیگر میگه که بیاد بیار اسماعیل و الیسع و ذوالکفل. ذوالکفل بیاد میگه که و کل من الاخیار، همه اینا از چیان؟ از آنهایی که الله اختیارش کرده است برای نبوت. و بعضیا دعوا میدن که یا که همون که ذوالکفل این از فرزندان ایوب علیه السلام است. بعد اینها گفتیم کی است؟ یونس علیه السلام است. خیلی که الله عز و جل میگه و ان یونس لمن المرسلین، سوره صافات 139 آیت میگه یونس علیه السلام هر آینه از جمله چی است؟ فرستادگان الله است. خلاصه دربارش یگان چی نیست، قصه کردگی نیست. برای من ابن کثیر میگه در همون قصه آوردستش پیش از موسی علیه السلام آوردستش. برای چی؟ برای که الله عز و جل قوم یونس علیه السلام از عذاب چی؟ عذاب عام، عذاب عمومی به سبب که ایمان آوردن نجات شد. چه در سوره یونس 98 آیت الله میگه در این آیت خلاصا الله عز و جل وقتی که یونس علیه السلام آنها را میگذارد و میرود دعوتش میکنه و قبول نمیکنه میرود، در آخر خلاصا وقتی که میگردد این باره که میاد همش ایمان میارن، الله عز و جل از عذاب عمومی که نیست کند نجات میده، ایمانشون آنها را نجات میدهد. و بعدی که خما خلاصه میگیم برای که وقت بسیار میگیرد، بعد یونس علیه السلام که میگیم موسی علیه السلام است. وقتی موسی علیه السلام جهاد بر ضد کافر اعلان شد جهاد و الله عز و جل عذابی که عمومی میداد که قوم نیست میکرد دیگه قوم نیست نمیکرد. خیلی که بعض اهل علم میگویند میگه بعد فراوردن تورات الله عز و جل یگان قوم دیگر عموما نیست نکرد، اون قومی که پیغمبرا را تکذیب میکردند به یک عذابی از آسمان، عذاب عمومی مثل که الله قوم نوح کرد و عاد کرد و ثمود کرد و لوط و فرعون کرد دیگراش کرد. بعد پیغمبری فرستادن موسی علیه السلام و جهاد یعنی که دستوری و قانونی شدن جهاد دیگر الله عز و جل دیگر قومایی که چی میکردن انکار میکردن دعوت های پیغمبرا را جهاد یعنی که بر ضد آنها جهاد میکردن نه که الله آنها را نیست نمیکرد. الله میگه من بعد ما اهلكنا القرون الاولى یعنی که بعد که تورات نازل شد یعنی که من بعد از بعدی که هلاک کردیم قرون الاولى همون نفرای پیش زندگی میکردن اونها را نیست میکردیم هلاک میکردیم. بعد فرود آوردن تورات دیگه الله عز و جل چی یک امت عمومی دیگر عذاب نمیداد، امر میکرد مؤمنا را که ضد کافرای مشرکا و کافرا دشمنای الله جهاد کنند. تفسیر ابن کثیر است. موسی و برادرش هارون بود. بعد موسی هارون یعنی یک جای بدن یک وقت خلق الله عز و جل میگه ولقد اتینا موسی الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا. هر آینه میگه ما موسی را کتاب دادیم و برادر او را وزیرش گذاشتیم، برادر موسی را یعنی که جانشین موسی علیه السلام که برای یاردمش کند. خاصه بعد موسی گفتیم هارون همراهش بود و در همراهی هم نام کی بود؟ خضر علیه السلام بود. قطعی همراه موسی در یک وقت اون همون نفر علمایی که میگن که یعنی که خضر پیغمبر بود اختلاف است و پیغمبر کی بود میگه این در برابر همونان در برابر موسی علیه السلام در سوره کهف خیلی که میبیاد چی بود؟ خضر بود. خیلی قصهش درازای هم کتابی شمینده ای قصه بعد همون نقد کردن قصه کی میگه که موسی و خضر علیه السلام. بعد اینا بعد یوشع ابن نون خیلی که در یوشع ابن نون خیلی در سنت آمدگی است که وای یعنی همون همراه هم نشین و همراهی که بود موسی علیه السلام وقتی که به پیش خضر علیه السلام میروند وقتی که موعد میگیرن ملاقات میکنن. خیلی که الله عز و جل میگه و اذ قال موسی لفتاه سوره کهف 60 آیت. خلاصه خیمون آیت 60 آیت که میگه و یاد کن میگه هنگامی را که موسی به جوانی خدمتگزار خود گفت هماره ما رویم تا به همون جایی برخورد آن دو دریا پیش خضر علیه السلام بروند به همون جایی که یعنی که خوردن. الله عز و جل میگه که مجمع البحرین در بحر به هم دیگر برمیخوردن. خلاصه حدیثا بسیارند در این مسئله که واخری موسی و خضر علیه السلام با که
یوشع ابن نون. خلاصه خیلی حدیث هم در صحیح بخاری مسلم مدعی است که همون جوانی که خدمت موسی را میکرد نامش یوشع ابن نون است. خیلی حدیث صحیح بخاری مسلم است. حدیث در حدیث از ابو هریره روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید که هر آینه آفتاب حبس نشده است به یگان کس از بشر مگر بلکه به یوشع ابن نون، همون وقتایی که یوشع ابن نون سیر میکرد و که میرفت راه میرفت به سوی بیت المقدس. حدیث صحیح است. خلاصه بعد یوشع ابن نون الیاس و بعد الیاس الیسع نموش پیامبر صلی الله علیه و آله. در همین جمع ابن جریر ذکر میکند که بعد کیم یوشع کی بعد با گفت با از بنی اسرائیل کالب ابن یوفانا و حزقیل ابن بوزی از پسی کی بدن؟ از پسی یوشع ابن نون بدن. خلاصه این ذکر میگند که همون سر و کار داشتن و همون کارهایی چی دوام میدادن، همون خدمتی همون چی را نبوت. خلاصه الیاس چخلی که الله عز و جل میگه و ان الیاس لمن المرسلین، سوره صافات 123 آیه. هر آینه میگه الیاس از جمله چی است؟ از جمله فرستادگان الله است. با درباره الیسع چخلی که الله عز و جل سوره صاد 45 آیه میفرماید و اذکر اسماعیل و الیسع و ذا الکفل و کل من الاخیار، ای بیاد بیار اسماعیل و الیسع و ذا الکفل که همه آنها از چی هستند؟ از اونایی که الله اختیار کرده است، یعنی که همون بهترین امتان هستند، بهترینی از چی است؟ از بشریت. اسماعیل علیه السلام و الیسع و ذا الکفل. همینجا یسار هم ذکر میکند که از جمله پیغمبران است. خلاصه بعد الیاس و الیسع گفتیم کی است؟ داوود علیه السلام. شاید در ظاهری همین سیاق قصه هست. الله عز و جل چی میگه؟ فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء. سوره بقره 151 آیه. یعنی وقتی غلبه میکند با اذن الله عز و جل و قتل داوود کی را میکشد؟ جالوت میکشد. وقتی جنگ میکنند و جالوت قتیل، الله عز و جل به داوود علیه السلام ملک و حکمت عطا میفرماید و الله عز و جل می آموزاند کی را؟ داوود علیه السلام علم. سوره بقره 51 آیه. و بعد داوود علیه السلام خاک میگن که گویا که موسی علیه السلام 120 سال زندگی کرده است در ارض سینا در بیت المقدس، خیلی نزدیکی بیت المقدس وفات کرده است و همون دعاش همی بد کند. هارون 122 سال زندگی کرده است و الیسع گفتگی نیستن چند سال. داوود علیه السلام 100 سال زندگی کرده است و ملکش 40 سال دوام کرده است. گفتیم بعد داوود پسرش گفتیم کی است؟ سلیمان علیه السلام. خلق الله عز و جل میگه ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. هر آیه سوره نمل 15 آیه هر آیه عطا فرمودیم به داوود و سلیمان علما. و آیاتی که از ابن کثیر میگه و وارث سلیمان و داوود و سلیمان داوود همچون میراثبری داوود بود علیه السلام. خاطر در چی بعد داوود علیه السلام سلیمان پسرش بود. خاکو دربارشون کمتر میگیم برای وقت سلیمان علیه السلام 52 سال زندگی کرده است. هم خیلی میگن که درست است نیست ان شاء الله اعلم. بعد سلیمان علیه السلام گفتیم کی است؟ زکریا میاد. زکریا و پسرش یحیی، پس عیسی علیه السلام. یعنی کی زکریا بعد زکریا و پسرش یحیی، بعد این عیسی علیه السلام در همون چی بود؟ عیسی علیه السلام همراهشون. خیلی که الله عز و جل میگه سوره آل عمران 35 آیه. خاصه خیلی آیات بسیار درازه از 35 تا آیات های 39 هست آل عمران. خاصه قصه کوتاهش همین است که مریم علیه السلام حامله دار میشود و خیلی قصه درازه عیسی علیه السلام تولد میکند و زکریا هم به گردنشو گرفته بود و کفالت گرفته بود و خدمت میکرد مریم علیه السلام و چیزا. بعد اون دعا میکند هنالک دعا زکریا ربه، دعا میکند پروردگارش که چی؟ رب هب لی من لدنک ذریه طیبه، و من عطا فرما یک فرزندی نیکی. خلاصه بعد الله جل با کیدا زکریا را کیدا یحیی چی میکند؟ عطا میفرماید. خلاصه در اینجا چی بود؟ بعد اینا گفتیم چی است؟ زکریا هست و یحیی و عیسی علیه السلام. چخلیک پیغمبر بزرگ صلی الله علیه و آله درباره عیسی علیه السلام میگه از ابی هریره روایت است رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري و مسلم. حدیث بخاری مسلم است. از ابو هریره روایت است شنیدم پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید که من اولاتر و برگزیده تر هستم به عیسی، ای نزدیکتر هستم به عیسی از مردم و ما فرزند یک پدریم ولی مادران ما دیگرگون هستند. یعنی که دین ما یک است و شریعت ما اختلاف دارد. اولاد علت یعنی پدرمون یکی است، مادرامون چی هستند؟ مادرامون دیگرگون هستند که از یک پدریم. خلاصه بین من و بین عیسی علیه السلام پیغمبر دیگر نیست. حدیث در بخاری مسلم است. برای همین گفتیم زکریا، یحیی، عیسی، بعد عیسی علیه السلام پیغمبر بزرگوار من محمد صلی الله علیه و سلم خاتمی
پیامبران، آخرین پیامبران. خیلی که الله عز و جل میگه ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. خیلی الله میگوید محمد صلی الله علیه و سلم پدری هیچ یکی از مردان شما نیست، ولی فرستاده الله است و خاتم پیامبران است، ای آخرین پیامبران، خاتمه دهنده پیامبران است، به هر چیزی داناست. خلاصا آخرین پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم است. این دلیل از قرآن. خلاصا آخرین پیغمبر ماست و دیگر پیغمبر بعد پیغمبری ما نیست و کسی که دعوا می‌کند که بعد پیغمبری ما پیغمبر است و انکار آیات های الله میکند و انکار حدیث های پیغمبر میکند. و حدیث آخرین که ما میگیم از ابی هریره رضی الله عنه است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اهل کتاب میخواندن تورات به زبان عبری و تفسیرش میکردن تورات به زبان عربی برای مسلمان ها. پس برای همین پیامبر بزرگوار چه گفت صلی الله علیه و سلم که لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، ای باور نکنید اهل کتاب، باور نکنید، نگویید که راست میگن و نه آنها را دروغ بشمارید، دروغگوش نشمارید، نه باورش کنید نه دروغگوش مورید. فقولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، پس بگویید که ایمان آوردیم به الله و به آنچه که فرستاد. حدیث در بخاری است 4485 حدیث. خلاصه این بود درباره همین ترتیب زمانی پیامبران که ما باید بفهمیم که کدام پیغمبر آمده است و کدام پیغمبر داریم و چقدر پیغمبرا داریم، از چی آنها خبردار شویم، آگاه شویم و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.